سلام به همگی و خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز میخوایم یه جورایی زبان بدن بازار رو با هم یاد بگیریم، یعنی با استفاده از نمودارهای کندلستیک. سلام، دقیقاً میخوایم ببینیم این شمع‌های ژاپنی چی دارن به ما میگن. منابعی که داریم پر از الگوهای مختلفه، ولی ما تمرکزمون روی الگوهای بازگشتیه، همونایی که میتونن بگن آقا روند داره عوض میشه. درسته، انگار یه جور سیگنالن. هدفمون اینه که 4 الگوی خیلی مهم رو با هم باز کنیم. ستاره صبحگاهی، ستاره شامگاهی، پوشای صعودی و پوشای نزولی. عالیه. ببینیم این شکلای به ظاهر ساده واقعاً چه داستانایی پشتشون هست. بله، این فقط دیدن رنگ و شکل نیست، باید بتونیم احساسات پشت بازار، یعنی اون جنگ بین خریدار و فروشنده رو درک کنیم. خب قبل از اینکه شیرجه بزنیم توی الگوها یه یادآوری خیلی سریع بکنیم که اصلا کندل چی بود. آره خوبه. ببینید اون بدنه اصلی کندل فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن توی یه دوره زمانی خاصه. سبز یا سفید معمولاً یعنی قیمت رفته بالا. قرمز یا مشکی هم یعنی اومده پایین. درسته؟ دقیقاً. و اون خطای باریک بالا و پایین که بهش میگیم سایه یا فتیله نشون میده بالاترین و پایینترین قیمتی که تو اون تایم فریم معامله شده چی بوده. خیلی خوب. این از خود کندل. حالا بریم سراغ الگوهای بازگشتی. گفتید خیلی مهمن. چرا؟ چون میتونن به ما هشدار بدن که یه روند، حالا چه صعودی چه نزولی، احتمالاً داره به آخرش میرسه و شاید جهت بازار عوض شه. مثل یه چراغ راهنما میمونن. اولین الگو چی بود؟ ستاره صبحگاهی. این اسمش که خیلی قشنگه. آره، مورنینگ استار. معمولاً ته یه روند نزولی پیداش میشه. مثل یه امیدی بعد از تاریکیه. 3 کندل پشت سر هم هستن. خب اولیش چیه؟ اولی یه کندل نزولی نسبتاً بزرگه، یعنی هنوز فروشنده‌ها دارن فشار میارن و قیمت رو میکشن پایین. پس هنوز ناامیدیه؟ آره، اولش اینطوره، اما کندل دوم خیلی جالبه. یه کندل با بدنه خیلی کوچیک، یعنی قیمت باز و بسته شدنش خیلی به هم نزدیکه. همون ستاره که میگید؟ دقیقاً. این ستاره کوچیک یعنی تردید. بازار نمیدونه میخواد چی کار کنه. فروشنده‌ها دیگه زورشون کم شده، خریدارا هم هنوز با قدرت نیومدن تو. گاهی حتی با یه فاصله یا گپ قیمتی پایینتر از کندل اول باز میشه. آها، پس این کندل دوم نشونه توقف یه جورایی؟ کاملاً نشونه یه آتش‌بس موقته. و بعد کندل سوم میاد که بازی رو عوض میکنه. یه کندل صعودی قوی و پرجون. چقدر قوی؟ انقدر قوی که حداقل تا نصف بدن اون کندل نزولی اولی نفوذ کنه و بالا بره. این یعنی خریدارا دیگه مطمئن شدن و کنترل بازار رو گرفتن دستشون. پس 3 مرحله شد. قدرت فروشنده ها، تردید و بعد قدرت خریدارها. دقیقاً. و اگه حجم معاملات توی اون کندل سوم بالا باشه، دیگه چه بهتر؟ اعتبار الگو خیلی بیشتر میشه. خیلی جالب بود. حالا اگه ستاره صبحگاهی طلوع بود، پس ستاره شامگاهی یا ایونینگ استار باید غروب روند صعودی باشه دیگه ها؟ آفرین. دقیقاً برعکسه. این یکی بالای روند صعودی ظاهر میشه. باز 3 کندل داریم. خب اولی یک کندل صعودی پرقدرت. نشون میده خریدارا هنوز سر حالن. بربیش همون ستاره کوچولوه؟ بله، کندل دوم باز یه ستاره با بدنه کوچیکه. این بار معمولاً با یه گپ قیمتی بالاتر از کندل اول باز میشه. بازم نشونه تردیده، ولی این بار تردید در ادامه صعود. خریدارا دارن خسته میشن. و سومی؟ سومی یک کندل نزولی قویه که میاد پایین و حداقل نصف بدن اون کندل صعودی اولی رو پس میگیره. این یعنی فروشنده ها وارد شدن و دارن قیمت رو میکشن پایین. پس داستان کاملا برعکس شد. اینجا هم حجم معاملات کندل سوم مهمه؟ بله، حجم بالا توی کندل نزولی سوم تایید میکنه که فروشنده ها واقعا با قدرت اومدن تو و احتمال برگشت روند زیاده. فهمیدم. پس این از الگوهای 3 کندلی. حالا بریم سراغ الگوهای 2 کندلی که منابل گفتن. اولی پوشای صعودی یا بولیش انگالفینگ. این دیگه چیه؟ الگوهای پوشا یا انگالفینگ یه جورایی سریعتر و قاطعانه تر عمل میکنن. پوشای صعودی ته روند نزولی میاد. فقط 2 کندل داریم. چه جوری؟ کندل اول یک کندل نزولی معمولا نه خیلی بزرگ. کندل دوم یک کندل صعودی خیلی قویه که کل بدنه کندل نزولی قبلی رو میپوشونه. انگار قورتش داده.
یعنی قیمت باز شدنش پایین‌تر یا مساوی قیمت بسته شدن قبلیه و بسته شدنش بالاتر از باز شدن قبلیه؟ دقیقاً همینه. یعنی خریدارا چنان با قدرت اومدن که نه تنها نزول رو متوقف کردن، بلکه کل حرکت قبلی رو جبران کردن و رفتن بالاتر. پس اینجا دیگه اون تردید وسط کار رو نداریم. نه معمولاً. این الگو خیلی قاطعانه است. هرچی اون کندل دوم بزرگتر باشه و بیشتر کندل اول رو بپوشونه، سیگنال قوی تره. نشون دهنده یه تغییر قدرت خیلی سریعه. و خب لابد پوشانه نزولی یا بیریش انگالفینگ هم همینه، فقط برعکس؟ آره دیگه، بالای روند صعودی اتفاق میفته. یه کندل صعودی داریم، بعدش یه کندل نزولی بزرگ میاد که کل بدنه کندل صعودی قبلی رو میپوشونه. باز شدن نزولی بالاتر یا مساوی بسته شدن صعودی و بسته شدنش پایین‌تر از باز شدن صعودی. دقیقاً. اینم نشون میده فروشنده ها با قدرت تمام اومدن و کنترل رو از دست خریدارا گرفتن. تمام اون صعود قبلی یه جورایی دود شد رفت هوا. اینجا هم اندازه کندل نزولی و حجم مهمه. بله، مثل پوشای صعودی هرچی کندل نزولی بزرگتر باشه و حجم معاملاتش بیشتر، سیگنال برگشتی معتبرتر و قوی‌تره. بسیار خوب. پس امروز 4 تا الگوی بازگشتی خیلی مهم رو بررسی کردیم. ستاره صبحگاهی و شامگاهی که 3 تایی بودن و پوشای صعودی و نزولی که 2 تایی بودن. دیدیم که هر کدوم چطور میتونن نشونه‌ای از تغییر احتمالی جهت بازار و تغییر توی حس و حال معامله‌گرا باشن. از اون داستان سپرده ستاره ها گرفته تا اون قدرت‌نمایی سریع الگوهای پوشا. بله، این الگوها ابزارهای واقعاً جالبی هستن، ولی یه سوال اینجا برای فکر کردن باقی میمونه. چی؟ اینکه این الگوها چقدر به تنهایی قابل اعتمادن؟ یعنی فقط با دیدن یه ستاره صبحگاهی میشه خرید کرد یا با دیدن پوشای نزولی فروخت؟ خب منابع هم میگن که هیچ چیزی 100% نیست تو بازار. دقیقاً. سوال اینه که شما چطور میتونید این الگوها رو با چیزای دیگه ترکیب کنید؟ مثلا با خط روند، با حمایت مقاومت‌ها، یا نمیدونم با اندیکاتورهایی مثل RSI. چطوری مطمئن بشید که این سیگنال واقعیه و الکی نیست؟ آها، یعنی چطور از سیگنالای فیک یا کاذب دوری کنیم؟ بله، یا اینکه چطور همین الگو رو تو تایم فریم های مختلف چک کنید. شاید یه ستاره صبحگاهی تو نمودار روزانه خیلی معنیدارتر از همون الگو تو نمودار 5 دقیقه‌ای باشه، مگه نه؟ اینا سوالاییه که میتونه بهتون کمک کنه عمیق‌تر به این الگوها نگاه کنید و بهتر ازشون استفاده کنید. نکته خیلی خوبیه، اینکه چطور از این دانش به شکل هوشمندتری استفاده کنیم. ممنون. خواهش میکنم.